سلام دوستای عزیز، اشاره هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیباست در مورد مادر. دوستای عزیز، دو هفته پیش بود که یکی از دوست ما آهنگ مادرم اشق محبت هایته قربان امیر بسیار زیاد التماس کردن، اما چون که من شروع کرده بودم به راگ مالکانس، من نمیتونستم که دفعتا دوباره به راگ بهروی یا سکیل راگ بهروی یا فریجن سکیل بریم. من از اون خاطر اینا را گفتم شما منتظر باشین و تشکر از این که اینا باز دیگه منتظر بودن تاله. و ما این آهنگ تصمیم داشتم که در روز مادر برای شما تهیه کنم و ما بسیار معذرت میخوایم از این که من آهنگ نتونستم در روز مادر در خدمت شما ترتیبش کنم و ما ایره امروز که یک روز از روز مادر تیر شده، من امروز ایره به خدمت شما تهیه میکنم و ما امیدوار هستم که امی دوست عزیز ما و ما هر کدام ما اگر بر مادرای خود در هر روز یا هر لحظه که باشه برایشان هارمونی را پیش خود بگیریم و برایشان یک آهنگ بخوانیم، امون روز بهترین روز بر از اونا می باشه، بهترین تجربه را او را من حیث یک مادر می داشته باشن. و ما منتظر نمانیم که آلی باش که یک سال دیگه تیر شوه که باز ما این آهنگ دوباره در روز مادر ما آموزش بتم. البته هر روزی که به نظر من هر روزی که ما مادرای خود خوش نگاه کنیم و یک خدمتی کنیم، بس مثال ما ازشان تشکری کنیم و بگویم تشکر مادر جان که من در طول عمر خود که خواسته و ناخواسته اذیتت کرده بودم، اما خودت چقدر مهربان بودی که مرا به بسیار آسانی بخشیدی. تشکر از اینکه اینقدر مهربان بودی و برای ما آموختی که مد زندگی خود همونطور مهربان باشم برای دیگران. و ما هارمونی را گرفته و امی آهنگ مثلا برش بخوانیم، هر روزی که بخوانیم که بگویم تشکر مادر، ما حالا برای یک آهنگ میخوانم مثلا به خاطر تشکری، یا امی آهنگ مثلا آدم بخوانه، یعنی منتظر روز مادر آدم نمانه. هر روز به نظر من هر لحظه مادر است، روز مادر است که مادرای ما انشالله که کسانی که مادر دارن بسیار قدرش بفهمن و خوش نگاهشان کنن. و ما بسیار زیاد برای مادرها روزای خوب آرزو میکنم، مخصوصا برای مادرای افغان ما که بسیار زیاد اینا روزای مشکل دیدن و به بسیار مشکلات اطفال خود کلان کردن و همچنان کسایی که مادرایشان متاسفانه از پیششان رفته در این دنیا نیست، اونا را دعا میکنیم که خدا همیشه غریق رحمتشان داشته باشه. و ما مادرای خود که دوست داریم چی زنده باشن، چی از پیش ما
رفته باشن اما از قلب ما هیچ وقت نرفته، ما همیشه برشان میخوانیم و همیشه دوستشان داریم. دوستای عزیز، میریم و آهنگ شروع میکنیم. این به حساب یک تحفه برای روز مادر است. دوستای عزیز، این آهنگ در فریجین اسکیل و یا نوت های راگ بهروی جور شده که ما ایره از اف میخوانیم، از این اینجا. خب اگر ما ایره اینجا بخوانیم، اسکیل شما یک بار اسکیل فریجین اسکیل یا اسکیل راگ بهروی اگر اینجا بخوانیم کدام نوت ها است؟ در این آهنگ فقط سر ری ما اردو ری استفاده شده، ام ری کمال با ام شد دیگه. اسکیل چیز تغییر نخورده، یعنی اسکیل فریجین اسکیل و نوت های راگ بهروی هستن. مادرم، آهنگ از امی سه شروع میشه به حساب. مادرم مادرم مادرم. این آهنگ دوستای عزیز یک کم باریکی داره، باید آدم با باریکیش و ظرافت مقبولیش در باریکیش هست که او حتما باید رعایت بکنم. مادرم مادرم ساگگسا، مادرم ساگگسا، مادرم اشق و محبت قربان، مادرم گرمی صحبت قربان، مادرم اشق و محبت قربان، مادرم گرمی صحبت قربان، مادرم اشق و محبت قربان، مادرم گرمی صحبت قربان. فرد دیگه شما تکرار نمی کنم برای که این چیز هستم و بخاطر که ویدیو طولانی نشه. باز دیگه قسمتش که از سه میره این اینجا پا. مادرم هر جا که باشی یا نباشی، دختره در فکرت است، فکرایت قربان، مادرم هر جا که باشی یا نباشی، پسرت در فکرت است، فکرایت قربان، مادرم هر جا که باشی یا نباشی، پسرت در فکرت است، فکرایت قربان. این آسایش از دوستای عزیز. ملودیش قسمی است که ملودی از امی سه شروع میشه.
و یادتون میریم اثر این تمام ملودیش است. و دوستای عزیز ما باید بگوییم که من نمیفهمم که هنرمند اصلی می آهنگ کی است. اگر شما میفهمین لطفا به زیر ویدیو برای ما کامنت بگذارین، برای که این هنرمندای مختلفی را خواندن و من نمیفهمم که هنرمند اصلیش کی است. و ما ناگفتن امانه که آهنگ دوست ما که فرمایش دادن برای اولین بار من ایدی شنیدم و من خاطر نمیفهمم که کمپوزیش از کی است، شعرش از کی است و آهنگ اصلا از کی است. ایده دوستای عزیز بسیار معذرت میخوایم که من نمیتونم بر شما ایده معلومات بدم. انتره و آستایش یک باریکی ظرافت بسیار زیبا داره که ایردمن ما باید متوجه باشیم. یعنی بسیار کسا فکر میکنن اگر در شنوایی اول اگر بشنن فکر میکنن که اینی چیز است، اما نیست اینی چیز. آستایی و انتره فرق داره. سر کوی بلند آلو و انجی مادر جان آمدن در واسه زنجی. سر کوی بلند آلو و انجی مادر جان آمدن در واسه زنجی. علا خواهر برو در واسه واس کن مادر جان آمدن چشماش شماش کن. عجب که باشی یا نباشی پسره در فکرت است فکرایت قربان. مادرم عجب که باشی یا نباشی در فکرت است فکرایت قربان. دوستای عزیز این بود موضوع ویدیو امروز ما. خدا کنه که من تانسته باشم که قناعت شما دوستای بسیار نازنینه و امو دوست ما را که آهنگ فرمایش داده بودن حاصل کرده باشم. لطفاً با بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو را ببخشین. شما میفهمین که من یک استاد موسیقی و یا نوازنده هارمونیا نیستم دوستای عزیز. حالا ما میریم ایره یک جای در ریتم دادره سلو تمرین میکنیم که در امی اپلیکیشن دوست ما به نام دادره هیراتیات میشه و ما تمپوش سی میمانیم. مادرم اشق و محبت هایته قربان. مادرم گرمی صحبت هایته قربان. مادرم یادم هوایته کرده
شما مرا تا آخری ویدیو سپورت کردین و همراه من بودین. بسیار زیاد تشکری میکنم و تا ویدیوی بعدی شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. بدرود.